با چی تمیز میکنم؟ لپتاپ رو با آب و صابون تمیز کردی. عروسکی که با خمیر کلی درست کردم بهتون نشون بدم. اولیش اینه، دومیش اینه، بعدی این اردک است، بعدی این خوکه، این انگشتره خیلی باحاله، اینم خیلی بامزه است. بله لپتاپ من تو دستگاهی روشن نمیشه. این کاری نکردم، فقط تمیزش کردم. با چی تمیز کردی؟ لپتاپ با چی تمیز میکنن؟ آب و صابون با دیگه. چی تمیز؟ لپتاپ با آب و صابون تمیز کردی؟ با چی تمیز میکنن؟ خب این الان روشن نمیشه. چیکار کنم خب؟ یعنی نمیدونی واقعا لپتاپ رو نباید با آب و صابون تمیز کرد؟ به من نگفتی نباید لپتاپ با آب و صابون تمیز من کجا بدونم که میخوای با آب و صابون تمیز کنی که مشکل من نیست. مشکل مغز ناقص یعنی واقعا این منطق توه؟ اینم روشن نمیشه. چیکار کنم من؟ واقعا منطق خواهر من، یعنی واقعا منطق خواهر من. اومدی بس